در حوزه عربی خلیج فارس 4 تریلیون دلار صندوق ذخیره ارزی وجود داره. الان حوزه عربی خلیج فارس در دنیا به عنوان مهمترین بانک محسوب میشه و همه شرکت‌های به خصوص فناوری و انرژی رو آوردن که یک سهمی از این صندوق به اصطلاح ارزی این منطقه داشته باشن. ابوظبی یک صندوقی داره 968 میلیارد دلار و عربستان 925 میلیارد دلار، کویت 846 میلیارد دلار، قطر 510 میلیارد دلار، دبی 360 میلیارد دلار و یک مجموعه به نام مبادله 302 میلیارد دلار. عربستان و امارات اعلام کردن که میخوان به تدریج برن به طرف تنوع سازی و تکثر در جی دی پی ملیشون و پیش بینی میکنن که تا سال 2030 عربستان 12% از جی دی پیش در نتیجه تولید تراشه باشه و برنامه ریزی کردن که تا سال 2025 در عربستان 500 شرکت غربی و آسیایی رو بیارن، هم فایننس کنن، هم آموزش بدن، پرسنل زیادی رو به کار بگیرن و بتونن 100 میلیارد دلار فقط در حوزه تراشه اینا سرمایه گذاری بکنن. من 2 هفته پیش که در داووس چین بودم، شخصی رو که از دور میشناختم و از نزدیک باش آشنا شدم، رئیس دانشگاه فناوری و تکنولوژی هنگ کنگ بود که این شخص الان 4 ساله در عربستانه، یه تشکیلات عظیمی رو با حدود 40 میلیارد دلار بودجه در اختیار این فرد گذاشتن تا اینکه نزدیک به 6000 نفر رو در عربستان در استم، در ساینس، انجینیرینگ و به اصطلاح مدیریت اینا رو آموزش بدن صرفا در حوزه فناوری و تکنولوژی و مهندسی و ریاضیات. الان در حال حاضر عربستان 100 مگاوات سرور داره، امارات 220 مگاوات داره. داره 100 مگاوات در عربستان دارن میسازن، برای 400 مگاوات هم برنامه ریزی کردن و 150 مگاوات در امارات داره ساخته میشه و 200 مگاوات هم برنامه ریزی شده. تصور کنید 20 سال دیگه در حوزه عربی خلیج فارس چه اتفاقاتی میخواد بیفته و یک شهروند اماراتی یا قطری یا عربستانی تو چه شرایطی میخواد زندگی بکنه. من پیش یکی از دوستان عربستانیم رفته بودم، منزلش در ریاض، استاد دانشگاه در عربستان. وقتی که وارد منزلش شدم گفت فقط شما اینجا یه بار به این دوربین نگاه کن و که بتونی تو این منزل من هر جا خواستی بری. یعنی تمام زندگی اینها برخلاف اون چی که ما تصور میکنیم دیجیتاله. حتی بعضی وقتا سطح دیجیتالی شدن زندگی در این کشورها از اروپا و آمریکا هم بالاتره. این رو به این صورت من میخوام مطرح کنم، اگر ایران با این استعداد و این حجم، این ظرفیت و این دانشگاه ها و این علاقه شدید بخش خصوصی به کار و فعالیت، اگر با همین نگرش ها بخواد کشور رو حکمرانی بکنه، ببینید چه شکاف عمیقی بین ایران و همسایگان جنوبیش در 20 سال آینده اتفاق خواهد افتاد. حرفی که یه بار نخست وزیر چین به من زد حدود 20 سال پیش، گفتم چطور شد شما این تحول رو ایجاد کردید؟ گفت ما پیش خودمون گفتیم 1 میلیارد نفر جمعیتیم، به ژاپن نگاه کردیم، به کره نگاه کردیم، گفتیم اگر ما همینجوری جلو بریم باید هممون پشت خونمون لوبیا و برنج بکاریم و در فقر و بدبختی زندگی کنیم. اینه که فهمیدیم که باید صنعتی بشیم. اما صنعتی شدن چین یک پری‌رکویزیت داشت، پیش نیاز داشت و اون نرمال شدن روابط خارجی ما با دنیا. مادامی که ما روابط خارجیمون نرمال نیست و مراودات عادی با جهان نداریم، در حوزه اقتصاد هیچ تحرکی نمیتونیم داشته باشیم. الان در امارات یه برنامه ریزی شده برای 9 نوامبر که داره میاد، یک کنفرانس بسیار بزرگی رو برنامه ریزی کردن. 2 بخش رو میخوان بیارن در کنار هم، یکی بخش هوش مصنوعی رو، یکی هم بخش انرژی رو. الان انرژی های پاک حدود 36% مصرف انرژی در اماراته. البته امارات خب خودش 1.5 میلیون جمعیت داره، 10 میلیون هم خارجی است، جمعیتش خیلی زیاد نیست، ولی باز همین که 36% رو انرژی پاک کرده، این نشون دهنده اینه که یک عزمی هست که این کشور در پیشرو باشه. تو اون گزارش دانشگاه استنفورد اگر دوستان نگاه کنن، از نظر کشور وقتی که به نوآوری و هوش مصنوعی، مطالعات هوش
مصنوعی اونا رو تقسیم بندی کرده، یک آمریکا با یه فاصله بسیار زیاد چین، انگلستان، بعد اماراته و بعد خیلی پایینتر فرانسه و آلمان و ایتالیا و بعد دیگر کشورهای اروپایی، حتی ژاپن هست. حالا امارات چرا این کارو میکنه؟ به خاطر هم سرمایه‌ای که داره و هم یه تصمیمی که گرفته. اون تصمیم اینه که بتونه مغز و مهارت و استعداد در جهان رو تو این کشور در کنار هم دیگه جمع بکنه.